امروز با تشبث کافدرای منیجمنت و مارکتینگ دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی کنفرانسیه علمی عملی دانشگاهی بخشیده به روز علمی تاجیک در موضوع فعالیت مارکتینگی اساسی تامین رشد صنعتی کنونی با سرعت کشور برگزار گردید. در کنفرانس رفیف سفرخان نایب رکتور اوید به علم و اینواسیا، سمردین و زینب سرداری ریاست علم و اینواسیا، رسول الله لطفیه دکان فاکولته اقتصاد و اداره، کاملف نظامیدین نامزد علم‌های اقتصادی، داتسنت، مدیر کافدرای مالیه و قرض و هیئت آموزگاران و دانشجویان اشتراک داشتند. نخست سخن افتتاحی را نایب رکتور اوید به علم و اینواسیا رفیف سفرخان آغاز نموده حاضرین را به روز علمی تاجیک تبریک نمودند. سپس صادق ظفر نامزد علم‌های اقتصادی در موضوع تطبیق فعالیت اینواسیونی و دستگیری دولتی رشد ساحه‌های صنعت در جمهوری تاجیکستان، نوروز ناصری نامزد علم‌های اقتصادی در موضوع تشکل همگرایی‌های ساحه‌های صنعت و کشاورزی و سودا در ولایت ختلان، سفر و مبارک معلم کلان کافدرا در موضوع مرحله‌های تشکل و رشد مارکتینگ در تاجیکستان، غلام ذکرالله معلم کلان در موضوع رشد صنعتی جمهوری تاجیکستان و صادرات محصولات صنعتی به دولت‌های همسایه کشور و حکیم عبدالرزاق در موضوع نقش کارخانه‌های استحصالی در تأمین و رشد صنعتی کنونی با سرعت اقتصادیاتی مملکت برآمد نمودند. کنفرانس با سوال و جواب و محاکمه استادان به انجام رسید.